ساعت حدودای 2:30 شب بود که تصمیم داشتم از مهمونی به خونه برگردم. خیلی هم خواب‌آلود بودم. صدای آهنگ ماشین رو زیاد کردم تا خوابم نبره. تقریباً وسطای راه بودم که یه دفعه دختر بچه‌ای رو کنار جاده که خلوت و کم تردد بود دیدم. تو فکر بودم که دختر بچه‌ای با این سن و سال توی این راه تاریک چیکار میکنه. یه دفعه یه اتفاق خیلی عجیب برام افتاد. اگه میخواید داستان روح دختر بچه رو در راه خلوت بشنوید، حتما ویدیو رو تا آخر ببینید. تو باغ یکی از دوستام مهمونی دعوت بودیم. همه دور هم شاد بودیم، میگفتیم و میخندیدیم که یه دفعه گوشیم زنگ خورد. مادرم بود. گفت سری بیا خونه، باید بریم خونه خواهرت. باز مثل این که با شوهرش دعواشون شده. از قضا ماشین پدرم دست من بود. هرچی بهشون گفتم میخوام شب رو پیش دوستان میمونم، قبول نکردند. گفتن حتما امشب باید بیای. منم به بچه ها چیزی نگفتم و دوباره مشغول تفریح شدم. به خودم که اومدم ساعت رو نگاه کردم. حدوداً 2:30 شب بود. وای، خیلی دیر شده بود. سری از دوستام خداحافظی کردم و گفتم باید برم سمت خونه. هرچی اصرار کردن که بمونم گفتم نمیشه. بابام ماشین رو لازم داره. الان تقریباً چند ساعته که زنگ زدن و من نرفتم. الانم باید از راهی که خلوت تره برم تا زودتر به خونه برسم. اون دوستم که باغشون دعوت بودیم گفت نه، لطفاً از اون راه نرو. اونجا خیلی راه خطرناکیه. هر ماشینی که نصف شبی از اون جاده عبور کنه یه بلایی سرش میاد. من به حرفش توجهی نکردم و دقیقاً از همون راه رفتم. مشغول رانندگی بودم و به شدت خواب‌آلود بودم. صدای آهنگ ماشین رو زیاد کردم تا احیانا خوابم نبره. کمی هم سرعت ماشین رو زیاد کردم. جاده کوهستانی بود و از یه طرف یه دره خیلی بزرگ داشت. طرف کوهستان پوشیده بود از درخت. خیلی هم خلوت بود. حتی یه ماشینم از این جاده عبور نمی‌کرد. وسطای راه بودم که یه دفعه دختر بچه‌ای رو کنار جاده دیدم. دو چشمی به من زل زده بود. سنگینی نگاه خیرش رو کاملا روی خودم احساس کردم. در حالی که از سرعتم کم کرده بودم از خودم میپرسیدم دخترکی با این سن و سال این وقت شب کنار جاده چیکار میکنه؟ خواستم به عقب برگردم که یه دفعه حس کردم کسی نزدیکم حضور داره. وقتی از آینه جلوی ماشین عقب رو نگاه کردم نزدیک بود از فرط وحشت قالب تویی کنم، چرا که دقیقاً همون دخترک رو دیدم که صورتش رو به شیشه عقب ماشین چسبونده. اولش فکر کردم دچار توهم شدم. بعد از کلی کلنجار رفتن دوباره از آینه نگاهی به عقب انداختم. این دفعه چیزی ندیدم. تا حدی خیالم راحت شد. وقتی به کنار جاده نگاهی انداختم اونجا هم اثری از دخترک نبود. آینه ماشین رو زدم بالا تا دوباره با همون صحنه مواجه نشم. اگرچه هنوزم همون احساس عجیب همراهم بود. حس می‌کردم تنها نیستم. انگار یکی تو ماشینم بود. با ترس و تا حدی وحشت زده به سمت منزل به راه افتادم. 1 کیلومتری نرفته بودم که دیدم دوباره دخترک وسط جاده ایستاده. این بار سرعتم خیلی زیاد بود. ترمز کردم. کنترل ماشین از دستم خارج شده بود. ماشین داشت دقیقاً به سمت دره بزرگی میرفت. به زور فرمون رو چرخوندم و ماشین به طول افتاد. دیگه از همه جا ناامید شده بودم. فکر میکردم که شاید ته دره پیدا کنند که یه دفعه ماشین به طور معجزه آسایی لب پرتگاه ایستاد. هنوز تو شوک بودم. اون سمت جاده که نگاه کردم دخترک ایستاده بود و دوباره به من زل زده بود. بدون هیچ واکنشی ماشین رو روشن کردم و به سرعت به سمت خونه حرکت کردم. وقتی به خونه خیلی نزدیک شده بودم تا حدی احساس آرامش می‌کردم. درست زمانی که مقابل راه ورودی خیابونی که به خونه رسیدم دوباره همون حس عجیب
که این بار خیلی شدیدتر بود به سراغم اومد. انگار یکی تو ماشین بود. وقتی به سمت پیاده رو نگاه انداختم دختر بچه رو اونجا دیدم. خیلی عجیب بود. اون کنار پیاده رو نشسته بود و به من لبخند میزد. من که با دیدن دوباره دختره شوکه شده بودم. دوباره کنترل ماشین رو از دست دادم و با درخت مقابل خونه برخورد کردم. در حالی که از وحشت بی خود و بی جهت نعره می زدم پنجره ماشین رو کشیدم پایین و خودم رو به بیرون پرت کردم. در اثر داد و فریادهام خانواده‌ام و همسایه ها از خواب پریدند و اومدن سراغم. اولش پدر و مادرم دلداریم دادن، ولی وقتی ماجرا رو براشون تعریف کردم شروع کردن به سرزنش کردنم. میگفتن چرا آبروریزی رو انداختی؟ همسایه ها رو از خواب بیدار کردی و ماشین رو درب و داغون کردی. فکر میکردن به خاطر دیر کردنم این داستانا رو سرهم کردم، ولی من مطمئن بودم که روح دیدم و دچار توهم نشدم. چند روز بعد به همون نقطه‌ای که دخترک رو دیده بودم رفتم. در اونجا زیر علف‌ها یه گردنبند کوچیک پیدا کردم. رفتم و از دوستم درباره همون جاده که میگفت همیشه خلوته و اتفاقهای بد میفته پرسیدم. اونم میگفت ظاهراً در اون نقطه سالا قبل دخترکی همراه خانواده‌اش تو اون جاده تصادف میکنه. کل خانواده‌اش کشته میشن به جز اون دخترک هنوز زنده بود و میاد وسط جاده که کسی پیداش کنه، ولی متاسفانه هیچ ماشینی تو اون تاریکی نمیسته، بلکه یکی از ماشینا که چند تا جوون که تو حال خودشون نبودند به دخترک میزنن و فرار میکنن. از اون موقع است که هر کسی بعد از نیمه شب از این جاده میگذره روح دخترک اونها رو به دره میندازه. دوستم بهم گفت واقعا شانس آوردی که الان سالمی. مطمئن نیستم، ولی تصور میکنم اون شب دخترک قصد سوار شدن به ماشین منو داشت. من از اون به بعد هر وقت شبها دیر به خونه برمیگردم کسی رو همراه خودم میبرم. اگه به داستانهای ترسناک علاقه دارید کانال ما رو سابسکرایب کنید. ممنون میشم با لایک و کامنت هاتون به هم انرژی بدید.